سلام. در ادامه سریال مضحک دادگاه غیابی 104 تن از اعضای مجاهدین، قضاییه آخوندی جلسات اخیرش رو اختصاص داده به عملیات‌های ارتش آزادی بخش و مثلا می‌خواستن اثر افتخارات مجاهدین در به گل نشوندن ماشین جنگی خمینی رو روی نیروهای خودشون کم کنند، اما هرچی بیشتر توش رفتند اثر معکوس گذاشت. سوالی که واقعا من میخوام بپرسم این هست که شما برای نجات خلق، شما ادعاتون این هستش که ما ارتش آزادی بخش بودیم برای مردم ایران، شما برای آزادی مردم ایران رو میکشید. این فقط گوشه ای از تصاویر شهدای ترور هست که اگر نگاه بکنید جوان و پیر و کودک و نوجوان نداره. الان ما میخوایم نگاه کنیم، چند لحظه روی تصاویر مکث میکنیم. بله، کاملا واضحه، کودکان و خردسالانی رو میبینیم که هر کدوم با یه تپه ریش، اینجا بازم ریش، ریش خیلی زیاد، این یکی که با عمامه به دنیا اومده، تعدادی کودک ریشدار و این یکی هم که ظاهرا از کودکی موهاش ریخته بوده. حالا ممکنه بگی که تصاویر اینجا خیلی واضح نیست، ولی خوشبختانه توی یکی از جلسات همین دادگاه یکی دیگه از وکلای رژیم اسامی تعدادی از این کودکان رو میگه. مبادرت کردم به ترور رهبران ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران، ترور و قتل عمدی شهید آیت الله مدنی، شهید آیت الله دستغیب، شهید صدوقی، شهید آیت الله اشرفی اصفهانی، شهید آیت الله صادق احسان بخش که نماینده ولی فقیه در استان گیلان بودند، شهید حجت الاسلام حسن بهشتی نژاد امام جمعه موقت اصفهان، انفجار دفتر دادستانی کل آیت الله علی قدوسی دادستان کل کشور، انفجار سازمان یافته و ترور سید حبیب هاشمی نژاد اشرفی رئیس دفتر وقت جمهوری اسلامی در مشهد، همچنین شهادت سپهبد علی صیاد شیرازی، شهادت سید حسن آیت نماینده مجلس، شهادت و قتل عمدی شهید لاجوردی دادستان وقت انقلاب تهران و شهادت محمد کچویی رئیس وقت زندان اوین. حالا شما حسابشو بکن که اگر این هیولاها خنثی نمی‌شدن دیگه چی میشد؟ اما توی این دادگاه وکیل رژیم اصرار داشت که یک جوری ثابت کنه که عملیات ارتش آزادی بخش عملیات تروریستی بوده و مثلا خیلی براش تحقیقات کرده بود. اون چیزی که تروریست ها مرتکب میشن با اون چیزی که نهضت های آزادی بخش انجام میدن بسیار بسیار متفاوته. تروریست ها غیر نظامیان رو هدف میگیرن، اون چیزی که در حقوق بین الملل شاخصه گروه های تروریستی است. بدون حمایت مردمی هستند، رعایت قوانین جنگی رو انجام نمیدن، یک ارتش منسجم آموزش دیده و یک دولت مستقر مرکزی ندارند. خب دقیقاً این شاخص ها تطابق پیدا میکنه با گروهک تروریستی منافقین، فلذا اینها نمیتونن ادعا بکنن که ما یک ارتش آزادی بخش هستیم. بله، اصلا ویژگی ها با ارتش آزادی بخش تطابق نداره. اول بریم چند تصویر ببینیم از عدم انسجامشون. بله، میبینیم که صفوف انسجام نداره، هیچ آموزش دیدگی در این تصاویر دیده نمیشه. این تانکام که اصلا با هوش مصنوعی دارن کنترل میشن و ما نمیبینیم آموزش دیده است کسی اینجا. بدون حمایت مردمی هستند. بله، بدون حمایت مردمی هستند. به روایت تصویر میخوام ببرم تو تایملاین. این گرد همایی مجاهدین تو سال 58-59، رشت، تبریز، تهران. بعد 30 خرداد 60 زیر جو شدیدترین اختناق توی تهران تظاهرات نیم میلیونی. بعد میرسیم به صف 100,000 نفره شهداشون که فقط اسامی بخشش توی این کتاب گردآوری شده. اینا رو داشته باش. میریم جلو. سال 66 در همون زمان تأسیس ارتش آزادی بخش، تظاهرات هواداران مجاهدین تو خارج از کشور.
میایم امروز 404 تو بروکسل. تمومه؟ حله بریم؟ حالا در مورد افراد تشکیل دهنده ارتش آزادی بخش ببینیم چی گفتن. اینها تنها تفاوتی که داشتن، تفاوتشون این بوده که آقای رئیس فارسی صحبت میکردن. بعد فارسی هم نه فارسی که فرض بفرمایید که لهجه مثلا خارج بوده باشن بیان اینجا فارسی صحبت کنن. از شهرهای مختلف جذب شده بودن، بیشتر از جاهایی که به اصطلاح فقر فرهنگی و سواد و اینها بود شستشوی مغزی داده میشدن. آها، پس مجاهدین از جاهایی که فقر فرهنگی و سواد داشتن اومده بودن؟ خب دقیقاً منظورش از کجاهاست؟ کسانی که با فریب مردم، با فریب حتی ایرانیان اروپانشین، کسی که تا امروز اسلحه دستش نگرفته، اینها فریبش میدن، این شخص رو با وعده های پوچ دعوت میکنن تا در این عملیات ها حاضر بشن. حالا اینکه با کدوم وعده میشه یک نفر رو از خارج از کشور فریب داد که شغل و تحصیلات و دارایی و زندگی در پاریس و برلین و لس آنجلس رو ول کنه، خودش سوار هواپیما بشه، بره منطقه مرزی، جونش رو کف دستش بذاره، سلاح بگیره، بره به جنگ پاسدارای خمینی، خدا میدونه. مهم اینه که هر کسی که اومده بود توی ارتش آزادی بخش، چه از داخل ایران چه از خارج کشور، همه فریب خورده بودن. اما عملیات چلچراغ شهر مهران رو به تصرف در آوردن و بنابراین به اظهارات خودشون بیش از 8000 کشته و 1500 نفر اسیر. آیا این اسرا همشون نظامی بودن؟ لیست اسرایی که خودشون منتشر کردن جوانان مردم ایران رو اسیر گرفته. شما میبینید اسامی تا شماره 417 لیست میکنه. اینا نظامی بودن؟ اینا مربوط به افراد نظامی رو لیست که افراد نظامی رو نوشتن: سرگرد پرویز فلاحتکار، سرگرد خلیل ملکان، یک لیست از نظامی ها. اما این لیست بلند بالایی که خدمتتون گفتم همه غیر نظامیانی بودن که توسط این ارتش ضد خلقی اسیر شدن. نه اصلا نظامی نبودن. این نیروهای لشکر 11 سپاه تیپ یاسود 16 زره قزوین اصلا نظامی نبودن که یه مش دانشمندای خاکشناس بودن که رفته بودن اونجا خاکبازی. اونجا هم که میدونی اون زمان خط مرزی مهران اصلا این مکان تفریحی بود، تأسیسات امکانات داشت، زمین والیبال، گلف، شهر بازی، فانفارد، اصلا می اومدن همه اونجا برای تفریح. حالا برای اینکه هیجان داشته باشن به جای هتل توی سنگر پشت دوشکا مستقر میشدن. یعنی طرف تو آیکیو جلبک قشنگ سهیش میزنتش، شناختش از جبهه در حد راهیان نور هم نیست. آخه اسکول تو جبهه جای غیر نظامیه؟ آیا اینا با مردم عادی هم درگیر شدن؟ اصلا مردم عادی اونجاها بودن؟ خب معمولا خطوط مقدمه عملیاتی مردم عادی حضور ندارن. تو بخشای عقب‌تر ستادیتون هم مردمی نبودن؟ تا قرارگاه لشکر معمولا مردم عادی حضور ندارن. اگر هم باشن چندین کیلومتر، 10 کیلومتر بعد از قرارگاه لشکر باید با مردم عادی برخورد کنه. این حرفای کسیه که خودش شاهد صحنه بوده، تو عملیات آفتاب تو لشکر دشمن حضور داشته. بعد اینقدر آش سناریوی این دفعهشون شور شد که صدای یکی از وکلای توی همین دادگاه در اومد که آقا این چه سناریوی مسخره‌ایه که ما داریم اینجا بازی میکنیم. وکیل محترم و معزز شکایت رو عرض میکنم. در فرمایش خودشون هم بدون اومدن با نشوندن یه فیلمی خیلی تشریح کردن که سازمان این کارو کرده، این کارو کرده، این کارو کرده. نه این چه کار کرده؟ مبهم صحبت نکنه. مبهم نیست، آن چیزی که خودشون صراحتا بیان کردن. من از رو بخونم که مثلا چه چیزهایی رو تذکر میدادن. نماینده ارتش اومد برعکسش رو گفت آقا اینطور نبوده. مثلا در خصوص اینکه غیر نظامی ها رو میکشتن، هم نماینده ارتش همین شاهدی که آمد اینجا گفتن آقا غیر نظامی نبوده در این عملیات آفتاب. بله. نه تنها هیچ غیر نظامی اونجا نبوده، بلکه اون نظامیانی هم که مجاهدین اسیر کردن رو بعدن همه رو آزاد کردن که خیلیاشون برگشتن ایران. تعدادی که از گروهان من اسیر شدن از اون دسته 3 اسیر شدن. تعداد کمی هم بودن، فکر کنم در حد چند نفر. اینا بیشتر اسیرایی که گرفتن از همون پاسگاه گردان گرفتن. یعنی از پاسگاه بیشتر اسیرا رو گرفتن. بله.
پس سرنوشت این اسرا اینها چطور شد؟ من فکر کنم بعداً به ایران برگشتن. الان یکی از چهره‌هایی که دیدم سرگرد ملکان که فرمانده گردان ما بود، تو این فیلمی که نشون دادن جزو یکی از نفراتی بود که نشست. برگشتن. بله برگشتن. جهت اطلاع، همه اسرای جنگی که در عملیات‌های ارتش آزادی بخش به اسارت در اومده بودند در چند نوبت به فرمان فرمانده کل ارتش آزادی بخش آزاد شدند. اینهاش اینجا 170 نفر در پاییز 66 تا 1382 نفر در مرداد سال 67، از افسر و درجه دار گرفته تا بقیه همه رو هم اعلام کردن. حالا یکی دیگه از اهداف این دادگاه کوچک نمایی عملیات‌های ارتش آزادی بخش بود که برای این کار یک نفر رو به عنوان نماینده ارتش آورده بودن تا آبروریزی شکست‌های نظامی ماشین جنگی خمینی رو رفع و رجوع کنه. من در مورد عملیات چلچراغ توضیح کامل خواهم داد که به عنوان مثال چه آموزش‌هایی به اینها دادند و این رو حتما مد نظر قرار بدید که اینها تخصصشون این بوده که از کاه کوه بسازند و منافقین توانستند برای ساعاتی بخشی از منطقه عملیات را به اشغال درآورده و بعد از گرفتن فیلم و عکس و بزرگنمایی رسانه‌ای آن دست به عقب نشینی بزنند. ما یه اصطلاحی تو بحث هواپیماهای نظامی داریم آقای رئیس، یه اصطلاحی هست بهش میگن تاچ اند گو، لمس کن و برو، یعنی یه کاری رو یه انگشت بزن برو. این عملیاتی که منافقین انجام میدندن یه حالت تاچ اند گویی داشته. یعنی چی؟ یعنی یه حمله میکردن، یه سر و صدایی و بلوایی و یه فیلمی و بعد آقا برگردیم هر چیش که گرفته شدن، هر چیش هم که گرفته نشدن که به عنوان مثلا پیروز اون جنگ می اومدن و در واقع اون گزارش رسانه‌ایشون رو میدادن. یه مقدار ریز بشیم روی عملیات تاچندگو، ببینیم ابعاد کار چی بوده، چی بزرگنمایی شده اینجا. این که از قیافش معلومه که سن و سالش نمیخوره که خودش اون موقع توی این عملیات حضور داشته باشه. حالا توی یکی از این جلسات یکی آوردن که میگه تو عملیات آفتاب در صفوف دشمن حضور داشته که این هر چی خواست کوچک نمایی کنه تأثیر معکوس گذاشت. سمت شما در اون موقع چی بود؟ فرمانده گروهان 1 گردان 110. گردان 110. گردان 110 تیپ 2 لشکر 77 که در حقیقت خط پدافندی هلالی شکل رو سمت چپ جاده آسفالته فکه پدافندش با گردان ما بود و گروهان من گروهان مرکزی این هلالی بود. گروهان شما چند نفر بودن اونجا؟ گروهان من اون موقعی که توی خط مستقر بودیم در حدود 120 نفر نیرو داشتن. تعداد مجاهدینی که خط شما رو شکستن چند نفر بودن؟ خودتون حضور داشتید و با چشم خودتون دیدین؟ ما فقط درگیریمون با تعدادی نفر پیاده بود. اینم استعدادی که میگن در حد تیپ به اون خط حمله کردن، من فکر میکنم اون چیزی که ما باشون درگیر شدیم شاید در حد یک دسته بود. در حد یک دسته؟ بله. این چند نفر؟ در حد شاید 30-40 نفر. پس به قول این 30-40 نفر از مجاهدین زدن به خط اینا که 120 نفر بودن. خب اینا چقدر تونستن دووم بیارن؟ میگم از ساعت 1 بعد از شب که آتش تهیه شروع شد درگیری ما با اینا فکر کنم 1 ساعت بیشتر طول نکشید دایره. کلا 1 ساعت. 1 ساعت که اینا فقط اومدن از خط عبور کردن. پس طبق این چیزی که این شاهد عینی که آوردن داره میگه، نیروهای تحت امر خمینی با وجود اینکه تعدادشون 3 برابر مجاهدین بود در عرض 1 ساعت فرو ریختن و اصلا پاشیدن. حالا تازه اینا فقط نیروی خط بودن، اصل عملیات در مرکز گردان بوده، پشت سر اینها اونجا هم تسخیر کردن. اون چیزی که من تو عملیات آفتاب شاهدش بودم این که اینا از نظر نظامی عملیات دستبرد که قبلا نفوذ کردن به پشت خط، بعد به پایگاهی حمله کردن که در حقیقت محل استقرار ستاد گردان 110 بوده. خب ساعت 1 بعد از شب معمولا فقط نگهبانا بیدار هستن توی ستاد گردان دیگه، مثل خط اونجوری که هوشیاری که تو خط هست مسلما توی ستادای پشت خط نیست، فقط نگهبانا در حقیقت بیدارن. اینا از همون فرصت در حقیقت استفاده کردن، تعدادی رو تو همون وضعیت غافلگیری به اسارت گرفتن و بعد با همون تعدادی که اسیر کرده بودن اومدن از خط عبور کردن و رفتن.
پس تا اینجا مجاهدین هم شناساییشون عالی بوده، هم نفوذ کردن به عمق مواضع دشمن، تا پشت مقر گردان رفتن، غافلگیر کردن، همه هم اسیر کردن. 3 برابر بیشتر نیرو داشتی، در برابرشون نتونستی کاری بکنی. همه سنگراتون هم گرفتن، تسخیر کردن، به همه اهدافشون هم رسیدن. دیگه توی یک عملیات نظامی چی از این میتونست موفقیت آمیزتر باشه؟ تاچ اند گو ها؟ بعد تو همین جلسه طرف میخواد مثلا سند رو کنه، میاد یک کلیپ پخش میکنه که به جای اینکه حرفای اینو اثبات کنه به ضد خودش تبدیل میشه. تصاویر رو هم پخش کنه باید رسانه. و با ایمان به پیروزی انقلاب نوین مردم ایران و سرنگونی رژیم ضدبشری خمینی و با تبریک و تهنیت مجدد به مناسبت نخستین حمله ارتش آزادیبخش ملی ایران در سال جدید، عملیات بزرگ آفتاب، عملیات نیروهای رسمی ارتش آزادیبخش ملی ایران فیلمی که نشون دادن بیشتر خودشون رو دچار وحشت کرد، چون این که شد همش تبلیغ قدرت مجاهدین. از اینجا به بعد میافتن به این که چطوری اثر این فیلم رو جمع کنن. این چیزی که من الان دیدم، یعنی این فیلمی که الان من دیدم برای اولین بار بود میدیدم. من به عنوان کسی که تو اون روز فرمانده برهان خط مقدم رو به عهده داشتم، این تصاویر برای من قابل باور نیست که اینا با این توانایی به خط گردان ما حمله کردن. پس شما تو عملیات آفتاب عملا به جهت اون چه که شهادت دارید میدید، عدم آشنایی اینها و عدم زرهی بودن اینها کاملا بر اینها فائق شدید. چیزی که تو این فیلم دیدیم، یعنی این تجهیزات زرهی، صدای نفربر و تجهیزات زرهی می اومد سمت ما، ولی این که ما تجهیزات زرهی دیده باشیم چه تو خطمون، چه اون موقع که اون موقع صبح که با این بچهای این سازمان درگیر شدیم، ادوات زرهی ندیدیم ازش. اون چیزی که تو این فیلم نشون داده کاملا مشخص پردازش شده است. اصلا همه داستان همینه که نیروهای ارتش آزادی بخش به صورت پیاده اومدن، لشکر زرهی رو غافلگیر کردن، کتکش دادن، تانکاش هم غنیمت گرفتن. این تانک هایی که داره توی این فیلم نشون میده، تانک های غنیمت گرفته شده از خودتونه. بعد از این همه سال هنوز نفهمیدی؟ ببین فیلم کامل ترش هم اگر میخوای اینه. مجاهدین از 4 محور اومدن، بر کل منطقه مسلط شدن. شیشتای اول بر ندارن، بقیه هرچی داشتن بردارن. تا صبح روز بعد هم اونجا بودند، در کمال خونسردی تمام سنگرها رو هم پاکسازی کردند. این دوربینه بگیر. دوربین تو اینم چی به فرماندهشه؟ اینجا دسته 2 گروهان 3 ژاندارمری گردان شده 7. هر چی تونستند از مدارک و غنیمت جمع کردند و لشکر همیشه پیروز خمینی رو کمرشکن کردند. کجایی تو؟ لشکر 77 خراسان، لشکر پیروزمند 77 خراسان، یک لشکر پیاده مکانیزه بود که رئیس در جنگ از خودش در واقع رشادت‌های خیلی زیادی نشون داده بود. خب پس دلیل اصلی این جایگاه ویژه‌ای بوده که در واقع این لشکر پیروز داشته و به اصطلاح خودشون نور چشمی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بوده و اینها می‌خواستن از این که به این لشکر ضربه وارد کنن به عنوان یک پیروزی بر علیه نظام و به ویژه شخص حضرت امام خمینی رحمت الله علیه یاد کنن. پس اون عملیات تاچ اند گو که میگفت چنین ضربه‌ای به امام ملعون وارد کرد. حالا مشکل اصلیشون توی این جلسه این بود که وکیل رژیم میخواست یک جوری ثابت کنه که این عملیات ارتش آزادی بخش عملیات تروریستی خفن بوده که توش هزاران غیر نظامی رو زدن و گرفتن. بعد رفته بود 2 تا شاهد از ارتش آورده بود،
که حرفاشو تایید کنن، ولی اونا فقط اومده بودن که خودشونو در ببرن و بگن کتکی که از مجاهدین توی عملیات‌های آفتاب و چلچراغ خوردن خیلی هم محکم نبوده، اینا همش تبلیغات مجاهدینه و اصلا عملیات بزرگی نبوده. به خاطر همین همه حرفاشون در تناقض با اون وکیل رژیم بود. این وسط وکیلی هم که برای متهمان غایب گذاشته بودند شاکی شده بود که آقا سناریو این دفعه دیگه خیلی آبدوخیاری شده، تاکید میکرد که همش تداخل آتش داریم این بار. این که 30 نفر از خط عبور بکنن، برن 400 نفر رو اسیر بکنن، دوباره از خط عبور بکنن برن عراق دیگه. مگه میشه بله مگه میشه فرمانده میدان 30 نفر رفتن تو با 400 نفر برگشتن، 430 نفر آدمو ندیده؟ شاید حداقل تحقیق بکنید. یعنی چه هدفی داشتن موکلینتون؟ ببینید من که از اهداف اونا مطلع نیستم. آیا تا حالا یک مرتبه باشون صحبت کردم؟ اهداف چیزی که تو ذهن خب پرونده یا من ذهن خالی بلد نیستم، اما یه چیزو میدونم، نماینده معزز ارتش و اون جناب سرهنگ اومدن یه حرفی رو زدن، اون منطقه خالی از سکنه بوده. این جمله شونه، خالی از سکنه بوده. تو منطقه‌ای که خالی از سکنه است چطور 400 نفر برداشتن برد؟ این وسط یه جوجه بسیجی که نقش نماینده دادستان رو بازی میکنه بلند میشه که صحنه رو جمع کنه، ولی اونم توش گیر میکنه. یعنی مناطقی که تحت گستره و قلمرو این حمله بوده مناطق متعددی بوده. بله خودشون دارن آمار میدن 600 کیلومتر مربع. البته ایران انقدر بزرگه که 600 کیلومتر مربع به نظرم زمین کشاورزی محسوب میشه. یعنی اینم توی یه جمله نمیتونه یه سمت وایسته، هم میگه آره وسیع بود ولی بعد خودش دچار ترس میشه، میگه نه زمینی کشاورزی بوده. اگر فقط یک زمینی کشاورزی بود پس چرا بعد از 36 سال براش دادگاه گذاشتید؟ مگر اینکه خودت هم میدونی که این تازه عملیات آفتاب بود، بعدش یک عملیات چلچراغی هم بود که اون دیگه ابعادش چندین برابر این یکی بود. اگر این مرکز گردان بود اونجا مرکز لشکر رو گرفتند، اگر این منطقه فکه بود اونجا شهر مهران رو فتح کردند، اگر اینجا 4 تا تانک غنیمت گرفتن اونجا 40 تا تانک اونم چیفتن غنیمت گرفتند و یک رئیس ستاد لشکر هم اسیر گرفتن. شما لطفا خودتون رو معرفی کنید. علی اکبر غلامرضایی. شما چه درجه و سمت و کاری در ارتش خمینی داشتید؟ درجه من سرهنگ، اخیراً سمت رئیس ستاد تیپ رو داشتم. شما کی و در کجا به اسارت رزمندگان ارتش آزادی بخش در اومدید؟ من در حدود ساعت 9:30 صبح 29/3/67 در قرارگاه لشکر 16 زرهی به اسارت در اومدم. در زمان جنگ ستون دوم بودم، فرمانده گورهان دوم گردان 124 تیپ 3 زرهی همدان از لشکر 16 زرهی قزوین. فکر میکنم شاید یه هفته 5 روز قبل از اجرای عملیات چلچراغ از رکن دوم یه نامه کاملا محرمانه، خیلی محرمانه واصل شد. قشنگ یادم هست یه کاغذ A5 بود، کوچیک بود، قرمز رنگم بود. در اون نامه قید شده بود که آماده باشه 100% و کامل برای یگانها باید داشته باشن، از اعزام به مرخصی خودداری بشه، چرا که آورده شده بود که منافقین قصد دارن در تاریخ روز 29 خرداد 1367 در منطقه عمومی مهران تک نمایند. من ساعت 11:10 بود اومدم داخل سنگر که تازه شام بخورم، در واقع قرمه سبزی هم بود و همین که لقمه دوم رو ما زدیم دیدم که صدای گروم گروم میاد و آتش تهیه دارن ریخته میشه. ساعتمو نگاه کردم دیدم 11:20 بود. گفتم چرا اینجوری شد؟ قرار بود ساعت 12 ما آتش تهیه رو بریزیم، چرا الان دارن اینا این کار میکنن؟ اومدم از سنگر بیرون دیدم نه، این به سمت ما دارن آتش تهیه رو میریزن. یعنی تا 5 صبح ما تو خطوط خودمون منتظر بودیم که حالا از روبرو دشمن بیاد، چون به قول من مثلا فکر نمی کردیم که وضعیت به گونه دیگه ای باشه. وقتی فردا صبح شد، هوا که روشن شد، متوجه شدیم که نه،
منافقین ستاد لشکر رو گرفتن، چون از طریق رادیو عراق ما متوجه شدیم. تشکیل رادیو عراق رو روشن کردیم، دیدیم بله رئیس ستاد اسیر شده، رئیس ستاد لشکر، و در واقع داره مصاحبه میکنه. متوجه شدیم که اونجایی که به اصطلاح دود بالا رفت و آتش داره به اصطلاح دود به هوا میره، ستاد لشکرمونه. البته صبحش هوانیروز ما تلاش کرده بودن که بیان به اصطلاح ببینن منافقین تا کجا اومدن که نیرو بفرستن، که هلیکوپتر متاسفانه میزنن، هلیکوپتر سقوط میکنه. حالا آخوندک قاضی که خودش از این همه قدرت مجاهدین ترس برش داشته، میخواد یه جوری صحنه رو جمع کنه و حداقل یک ضعف نظامی از مجاهدین پیدا کنه، ولی شاهدی که توی صحنه بوده هیچ چی کف دستش نمیذاره. من سوالی که دارم اینه، شما تو مواجهه با افرادی که به سمت شما تیراندازی میکردن و متهمین این پرونده، یعنی کسانی که تحت شخصیت حقوقی این پرونده قرار داشتن، آیا این افراد روی زرهی‌ها، روی اسلحه‌هایی که در اختیار داشتن آموزش نظامی دقیق و خوبی داشتن؟ واقعا در حد سربازان خود ارتش بودن یا خیر؟ و اینکه میگفتین روی اون نفربرها اشاره می‌کردن، خانم بودن همشون. که میخوام بگم فارغ از خانم یا آقا بودنشون، میزان تسلطشون به امور نظامی چقدر؟ این فیلم‌های سینمایی که شما می‌بینید طرف داره رو تپه میدوه، پشت سرش میزنن، هی گلوله میخوره این ور اون ور. اصلا شرایط ما دقیقاً همونطوری شد. یعنی وقتی که ما دیدیم فایده‌ای نداره دفاع کردن، چون ما سنگر دفاعی نداشتیم. اونا پشت ایفاهاشون وایساده بودن، پشت کانکساشون وایساده بودن، پشت نفربرهاشون وایساده بودن، داشتن با تیربار نفربر رو نمیدونم عرض کنم با تیربارهایی که تو دستشون بود ما رو داشتن میزدن. این بود که اون چیزی که ما دیدیم. بله راحت داشتن تیراندازی میکردن. اینها احتمال 90% آموزش لازم رو دیده بودن برای تیراندازی، این نبود که آموزش ندیده باشن. در نتیجه همین عملیات ها بود که خمینی کفنپاره با سر رفت توی خمره زهر و مجبور شد زهر آتش بس رو بخوره، وگرنه به خواست خمینی بود که میخواست جنگ رو تا 20 سال دیگه ادامه بده. پس چرا خمینی آتش بس رو پذیرفت؟ ماهای آخر جنگ تقریبا هر 2 هفته یه بار همینجوری که صبح می اومدی سر کار بهت میگفتن آقا خبر داری؟ نه چی شده اینا؟ مهران عملیات چلچراغ منافقین اومدن گرفتن. مگه میشه آقا؟ خورد زمین ها رو از دست میدی، اسیر داری میدی، غنیمت دارن میگیرن، اینا افتضاحیه. جبهه وقت نمیکرد سازمان مجاهدین قلب غنیمتی های شما رو جمع کنن. منطقه مهران رو برای 3مین بار اشغال کرد. اشغال کردن همان فلرزیدن دل ولی، همان اون موقع حضرت امام فرمانده وقت سپاه رو خواسته بود و گفته بود چه شد مهران. حالا فشار روانی هم که دیگه جوری که دیگه رهبر انقلاب رو دغدغه‌مند کرده بود. یعنی امام چند بار پرسیده بودن چی شد مهران؟ قصه مهران چیه که اینقدر دارن روش جنجال میکنن؟ اون بحث کلمه مخزن جام زهری که ایشون من قبول میکنم فلان، لذا حضرت امام براش خیلی، یعنی برای بچه‌ها خیلی سخت بود. یک عملیاتی کرده بودن یه ماه خورده قبلش به نام چلچراغ. بله. اومده بودن تو مهران اسیر و غنیمت و اینا رو گرفته بودن. بعداً ما فیلمشو دیدیم که به اصطلاح از اومدن پخش کردن تلویزیونشون، دختر و پسر خیلی منظم واسطادن تو اون سالن توی پادگان اشرف. بله. اینجوری میزدن دستا رو به هم دیگه، امروز مهران فردا تهران. اینجوری بود. اینا اگر این قطعنامه رو ما نمیپذیرفتیم، برنامه داشتن خودشون گفتن که 31 شهریور همون سال 67 مجددا چیکار کنن؟ یه عملیات بزرگ انجام بدن. پس تأثیر حقیقی عملیات‌های ارتش آزادی بخش این بوده. ولی توی این دادگاهی که هم قاضی از خودشونه، هم شاکی از خودشونه، هم دادستان، هم شاهد، هم وکیل این، هم وکیل اون، با اینکه همشون از خودشونن، نتونستند یکی از بزرگترین خدمات مجاهدین به مردم ایران که منجر به پایان دادن اون جنگ ضد میهنی شد رو قلب کنند و بیشتر مضحک بودن این نمایش برجسته شد. من یه خواهشی از شما بکنم، شما از واژه مناسب مجاهدین استفاده بکنید. متهمین نه، من دائما دارم میگم متهمین. خیلی متشکرم.
ضمن اینکه باز خیلی با دقت میگم متهمین چون در حال رسیدگی هست. این بار احساس میکنم اشتباه شنیدید. ممکنه من اشتباه حالا خدا رو شکر ضبط میشه. بعضیا رو وزن کنی میبینی به جز دروغ و ریا چیزی بارشون نیست. یعنی یه جوری توی دوربین با اعتماد به نفس دروغ میگه که انگار واقعا نگفته. فیلمت هست، ضبط شده، اون نقاب و ژست دادگاهتون افتاده. یه بار میزنیم عقب وارچک میکنیم. اشتباه شنیدید. ممکنه من اشتباه حالا خدا رو شکر ضبط میشه. دقت میکنید پذیرش منافقین با پذیرش بیشترف دروغ میگه دروغ. و این شوی ورشکسته مضحک همچنان ادامه دارد. وقت بخیر و خدا نگهدار.